بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. از سخنان زیبا و شیرین عزیزمون جناب مولانا بدری حفظه الله استفاده کردیم و در وقت باقی مانده عرایض مختصری خدمت شما عرض می شود. درخواست دعا دارم که آنچه که رضامندی پروردگار هست، خوشنودی الله تعالی و نفع و خیر بنده و شما هست، از زبان گناهگار بنده و زبان ناقص بنده، فکر ناقص، الله تعالی بیرون بیاورد. عزیزان، امروز یکی از روزهایی است که نمایش وحدانیت پروردگار و نمایش توحید هست، نمایش قربانی ی بندگان و نمایش اخلاص و للهیت و نمایش بندگی هست. امروز روز خوشی است و خوشحالی ما به بندگی پروردگار هست. خوشحالی بندگان به سجده، به دعای، به تضرع و زاری است و خوشحالی بندگان به ریختن خون قربانی هست. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. که این باید در شهر ما طنین افکن باشه، در مصلای ما و عیدگاه ما، در خطبه ما، در دعای ما و در همه دنیا طنین افکن باشد. این شعار ایام تشریق، شعار عشره ذوالحجه و شعار روز عید همه توحید هست، همه
حکایت از وحدانیت پروردگار و همه حکایت از بزرگی خدا و از عظمت الهیه و این بالاترین افتخار برای بشر، برای انسان، ولی اکثر انسان ها نمیدانند و اکثریت بشر از این غافله. احیای عظمت پروردگار، بزرگی خدا و توحید پروردگار در دلها که مایه حیات دله و مایه حیات و زندگی انسان و بشر بالاترین افتخاره. بزرگترین محور که امروز همه ما بر اون محور دور میزنیم و دور اون محور میگردیم، عظمت الهیه، بزرگی خدای، وحدانیت خدای و عقیده توحید هست، عقیده رسالت و نبوت و عقیده وحی و عقیده آخرت هست. و این سه محور اعتقادی، هم اعتقاد به حساب و کتاب و آخرت، جنت و جهنم و پاداش و سزا در آخرت، و هم عقیده یعنی که اللہ انبیاء فرستاده برای بیداری انسان ها و نجات انسان ها، و عقیده وحدانیت پروردگار و بزرگی خدا. اینها اعتقادات هستند که تحول می آورند در زندگی انسان و زندگی را دگرگون می کنند، زندگی را ارزشمند می کنند، زندگی را هدفدار می کنند و زندگی انسان زندگی مؤثر می شود. بالاترین افتخار، بالاترین شرف برای بشریت و انسانیت که با پروردگارش رابطه داشته باشه، خدایش را بشناسه و به خدا معتقد باشه و اعتقاد داشته باشه، دلداده پروردگار باشه، وابسته پروردگار باشه و به ربش افتخار بکنه. این شرف انسانه، این کرامت بشریت و انسانیت، این معرفت انسان نشان میده. انسان با معرفت، انسان عاقل، انسان اندیشمند، انسانی است که خداش را میشناسد، خالقش را، مالکش را، ربش را، او ذاتی که همه چیز از اوست، هرچه ما داریم از آن اوست، مالمون، جانمون، فرزندانمون، نفسی که میکشیم به فضل او میکشیم. انسانی که خدا را میشناسه، به ایمان به الله داره، از الله فرمان میبره و سرش تسلیم پروردگار است، انسان با معرفت و انسان عاقل و انسانی که این خدا را با این عظمت نمیشناسه. خدایی که ظاهره، خدایی که از دیدن چشم هم ظاهرتره، قدرتش ظاهره، عظمتش ظاهره. یا ما دلائل قدرت جهان، خودمون دلیل وجود خدا هستیم، دلیل عظمت الهی، دلیل فضل و نعمت پروردگار. او کسی که این خدا را نبینه کوره. کوری چشم نیست، کوری دله. خدا دلهای ما را کور نکنه. بشر وقتی که خدا را نشناسه، این بشر بی معرفته و این بشر قلبش کوره. و اون انسانی که دنبال هواهای نفسانی است، دنبال خواهشات،
دنبال آنچه که نفس میگه پشت سر نفس حرکت میکنه، ربش را نمیشناسه، خدایش را نمیدانه، از او اطاعت نمیکنه، دنبال نفس را خدای خود قرار داده، شیطان را خدای خودش قرار داده. این انسان بی معرفته، این انسان بی عقله و این انسان بی ارزشی. ارزش ما با شناخت خداست، ارزش ما با شناخت نعمتهای پروردگاره، ارزش ما با شکر پروردگاره، قدردانی پروردگاره. ارزش ما با خدا بودن است، ارزش ما با وابسته شدن به الله. ارزش ما به اینی که صحیح فکر بکنیم، نام هرچه بگذاریم، انسان دارای هر جایگاه و پست و مقام باشه ولی صحیح فکر نکنه، درست فکر نکنه، وحدانیت خدا را تشخیص نده و نشناسه، این انسان ارزشش را از دست میده. انسان بی معرفت او انسان است سروران گرامی که محسن نشناسه، منعم نشناسه، صاحب فضل، صاحب نعمت، خالقش را، مالکش را و ربش را نشناسه. انسان بی معرفتی است. انسان الله بی معرفت نکنه. امروز همه جهان اسلام، همه مردم بیرون آمدن و بیرون میآیند در مصلاها و محل برگزاری نماز عید، بیرون از شهرشون تا شعار توحید خدا را بدن، تا شعار عظمت الهی را بدن، تا بگم پروردگارا ما تسلیمیم در مقابل تو و اگر تو مال بخواهی مال میدیم، اگر جان بخواهی جان میدیم، اگر فرزند بخواهی فرزند برای تو قربان میکنیم و ما سرمون در مقابل تو تسلیمیم، ما مطیعیم، ما فرمان برداریم. و لحاظا این سروران گرامی عزته و این مایه سربلندی و نجاته. و همینطور که امروز من و شما به دشت و صحرا میاییم، فردا روز و هر کسی ایمانش همراهه، عملش همراهه، تقواش همراهه، فردا روز قیامت هم همینطور به بارگاه الله تعالی میاییم. بندگان بسیاری خوشحالند، بسیاری خرسندند، کامیابند، اما بسیاری روز قیامت سرفکندند، خجالتن. چرا فکر نکردن؟ چرا از عقل کار نگرفتن؟ چرا از وحی کار نگرفتن؟ از قرآن، بهترین کتاب الله تعالی، بهترین آیین و دستور العمل مسلمانان و از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و ابراهیم علیه السلام و انبیاء علیهم السلام راهنمایی نگرفتن، روز قیامت شرمندان، سرفکندن. بسیاری که امروز احساس قدرت در دنیا میکنن، احساس عزت و سربلندی میکنن، روز قیامت سرشون پایینه، شرمندن، خجلن، رویشون سیاهه، برای اینکه بد عمل کردن، بد رفتن. امروز یک مصیبت بزرگ در جهان اسلام و همه انسانیت و بشریت آنه که نسبت به دین که بالاترین شرفه، نسبت به کتاب آسمانی خدا که بهترین کتابه و با عقل برابر و با منطق برابر و با راه درست برابر هست، از کتاب خدا امروز فاصله گرفتیم. مسلمانان امروز از کتاب فاصله گرفتن،
از تعلیم زیبایان حضرت فاصله گرفتن. امروز توی دنیا فساد زیاده، گناه زیاده، منکرات و معاصی زیاده، ظلم زیاده، اجحاف زیاده، حق کشی زیاده. امروز سروران گرامی، دین عملا در زندگی ما کم رنگ، در زندگی مسلمانان هدایت قرآن و راهنمایی قرآن در زندگی کم رنگه. گناه و معاصی زیاد شده، خون ریزی زیاد شده. هیچ دور و عصر در گذشته و کمتر، البته بگیم کمتر خون ریزی شده اینقدر که امروزه. شما میدانیم چقدر انسان ها کشته شده و داره کشته میشه هنوز. چه اندازه قتل، درگیری، قتل های قومیه، قتل های منطقه‌ایه، چقدر بم و آتش و موشک بر سر انسان ها ریخته، چقدر انسان ها گلوله باران شدند و چه فسادهایی در دنیای. و امروز ما گله کنیم که چرا الله تعالی کرونا را، لشکری را فرستاده است. که گاهی بنده فکر میکنم، در فکرم میآید که این کرونا از آسمان میباره، بارش کرونا است. کسی گفت که من فکر میکردم روستایی را که از قطع و خیلی دوره و هیچ جای ارتباط نداره با شهرها مگر خیلی کم، گفته کرونا تمام دنیا را بگیره ولی فلان روستا را نمیگیره. و اتفاقا همه اهل روستا یا اکثرا مبتلا به کرونا شده. کسانی که قرنطینه شدند و در خانهشون نشستند و وضعیت مالی داشتند یا رفتن توی شهرهای بزرگ فنا بردن و آنجا مخفی شده از دست کرونا اونها را هم گرفته و حالا در پی علاج خودند. خدا همه مریضان شفا بده. راه فرار نیست، راه فرار نیست از کرونا. گرچه ما موظفیم که توصیه بهداشتی را رعایت کنیم، پروتکل های بهداشتی باید مراعات بشه و ماسک بزنیم و از فاصله ها را رعایت کنیم و اجتناب بکنیم و پرهیز بکنیم و ما توی عالم اسباب زندگی میکنیم، باید اسباب رعایت بکنیم. اما عزیزان من، این ظاهر امره. شما توجه داشته باشید که امروز در کل جهان مبتلا به کرونا و امروز علاج قطعی برای کرونا پیدا نشده توی دنیا. و لحاظا عزیزان من، راه نجات، راه بهترین راه حلانه که ما به خدا پناه ببریم، ما توبه کنیم. الله شکایت میکنه که کانوا لا یتناهون عن منکر. امتای پیشین الله گلایه کرده بازی را که گناه میکردن و از گناه یک دیگر را من نمیکردن. امروز عزیزان من، از حق خدا دفاع نیست، از دین خدا دفاع نیست. ناممان مسلمانه ولی گناه میکنیم، حقوق الناس ضایع میکنیم، حقوق الله ضایع. گناه انجام، دروغ، بهتان، تهمت، افترای در این فضای مجازی با این کرونا موجوده، ولی هنوز افترا و تهمت و بهتان و فحش و ناسزا میگه به یک دیگه. هنوز مشروبات الکلیه، مواد مخدره، فروش مواد مخدر، مصرف مواد مخدر، حمل و نقل مواد مخدر و انواع
کارهایی که شریعت اونها را تایید نمیکنه. هنوز زنا و فساد و رباخاری و سرقت و رهزنی و هنوز این گناه ادامه داره. از این گناه من نمی کنیم من و شما، و من نکردن از فساد و گناه هم گناه بزرگی است. همه ما گناهگاریم که گناه انجام دادیم و دیگران هم از گناه من نکردیم. راه نجات توبه عمومیه، راه نجات برگشت به سوی الله است و راه نجات امر بالمعروف و نهی از منکره، یعنی آن که به گناه بد ببریم و از گناه منع بکنیم. هنوز قائل نمازیه، هنوز مردم میخوابند، خیلی میخوابند، شب بیدارند، عبادت نمی کنند، شب و روز خوابند. حالا برای کسی که شب عبادت میکنه روز بخوابه مشکلی نیست، ولی کار و کاسبیش را انجام بده. ولی بعضی شبا نشستن روز خوابن، خواب زیاد شده. خواب یعنی غفلت، خواب نوع غفلته، به اندازه نیاز بدن درسته، از نیاز بدن بیشتر این غفلت حساب میشه. گناه را باید من کرد، باید مردم بیدار کنید، باید فریاد بزنید. های مردم، راه نجات از این آتش کرونا برگشت به سوی الله است. برگردیم به سوی خدا و توبه کنیم و گریه کنیم. توبه ظاهری قبول نیست، استغفار زبان باطل و قبول نیست. استغفار از قلب باشه، توبه هم زبانی نباشه، توبه دل باشه، توبه واقعی باشه، توبه برحق باشه. همه ما میگیم توبه توبه، اما زبان میگه توبه و قلب توبه نمی کنه. از گناه باز نمی آییم و گناه را ترک نمی کنیم. این چنین توبه چه اثری داره سروران گرامی؟ مردم عزیز، آفت آمده، بلای آمده، بلا پشت سرن. قبلا ما عرض کردیم که مردم بلا داره می آید، زلزله داره می آید. عبرت نکردیم سیلاب آمد، عبرت نکردیم کرونا آمد، قحط و مشکلات آمد، تنگی روزی آمد. اینا همه از آسمان باشند یا از زمینن، همه سروران گرامی نتیجه عمل کرده ما. عده ظالم الله تعالی با مسلط کرده که تحریم بکنند ما را و بر ما ظلم بکنند، و راه نجات برگشت به الله تعالی و توبه و رجوع و تغییری که ما حالاتمون تغییر بدیم و ما برگردیم به سوی پروردگار و توبه کنیم. عزیزان، من نشستن چیز درست نمیشه، کار درست نمیشه. با اینکه من و شما بی تفاوت باشیم، بخوابیم مشکل حل نمیشه. با اینکه من و شما خدایا نکرده گرفتار قساوت قلبی بشیم، چرا از قرآن این معلوم میشه که اگر بلا آمد و آفت آمد و توبه نکردیم و تضرع نکردیم، گرفتار قساوت قلبی میشیم، گرفتار تسویلات شیطان میشیم، گرفتار فریب شیطان میشیم. شیطان اعمال زشت نه تنها مزین میکنه، بلکه اعمال جزئی ہمارا مزین میکنه. میگه تو خوبی، تو خوب عمل میکنی، دیگه نیازی نیست، تو نماز میخوانی و
نمازی که ما میخوانیم چه نمازی است؟ تو زکات میدی همین اندازه کافیه، خوبه. شیطان به گناه هم آراسته میکنه، اعمال کم هم آراسته میکنه که دیگه تو نیازی به عمل بزرگتر نداری. لہذا عزیزان این دستور قرآن، این حرف بنده از روی روشنایی قرآن هست، روشنایی حدیث که راه نجات من و شما توبه ہے، دست جمعی هست. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. راه نجات من و شما امر بالمعروف و نهی از منکر، اینه که کار بکنیم مطابق با شرایط. ما باید با کرونا بسازیم، چون ما نمیدانیم که کرونا 1 ساله، کرونا 2 ساله، کرونا 1 ماه دیگه تمام میشه. خدا میداند، هیچ کسی نمیدانه که کی تمام میشه. نمیتوانیم بازار تعطیل بکنیم، نمیتوانیم ادارات تعطیل بکنیم، نمیتوانیم صنعت و کار و کارگاه تعطیل بشه، کشاورزی و دامداری، نمیتوانیم مسجد تعطیل بکنیم، نمیتوانیم مصلی را تعطیل بکنیم. لہذا هم دین و هم دنیا باید با کرونا بسازند. یعنی ماسک بزنید، فاصله اجتماعی بگذارید و تجمع نکنید که تجمع خطرناکه، و لہذا با فاصله از یک دیگه مصافحه نکنیم و در این عید به ملاقات یک دیگه هم نروید و بشینید توی خانه تون و با سلام بلند کردن دست از دور و گفتن تبریک و با تلفن و با تماس و به همین اکتفا بشود. و این پرهیز عید گذشته بعض رفتن به ملاقات ها و از اون طرف کرونا آوردند، کروناشو گرفت. و لحاظا باید پرهیز کرد. این دید و باز دیدها سنت های محلی هستند، ولی حالا که ما مریضی داریم نباید به این سنت های محلی توجه کنیم، این را بگذاریم برای زمانی که انشاءالله اوضاع و احوال خوب باشد. بنده در پایان عرائزم خدمت شما عرض می کنم کہ آخری سال دولت تدبیر و امید، دولت جناب آقای روحانی هست و ظاهراً از 1 سال بیش نمانده و من چند تا عرایض داشتم و یادآوری‌ام و گلایه هستم که اینها را خواستم امروز مطرح کنم تا مسئولین بشنوند و چاره بیندیشن، چاره اندیشی بشه. 40 ساله، بیش از 40 سال است که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شده و نظام جمهوری اسلامی در ایران استقرار یافته است. جامعه اهل سنت که دومی جمعیت کشور هست همراهی کرده در تمام سانه ها، سانه جنگ گرفته، دفاع 8 ساله تمامیت ارضی ایران و چه در مرزهای کشور برای حفاظت مرزها و در سانه های دیگر، سانه های سیاسی و عرصه های سیاسی حضور اهل سنت فعال بوده و وظیفه خودش تشخیص داده و وظیفه خودش دانسته و وظیفه اهل سنت بوده که انجام داده است. و از اوائل انقلاب نخبگان اهل سنت در تلاش بودند که با گفتمان و مذاکره به هر اهل سنت به کار گرفته بشه. درسته که قانون اساسی
گفت یک بندش همینه که رئیس جمهور از مذهب رسمی کشور میتونه باشه، یعنی اهل سنت نمیتونه رئیس جمهور باشه، گرچه ما بر این اصل انتقاد داریم و اهل سنت هم انتقاد دارند و میگویند که این باید عوض بشه. و از بنده های در قانون اساسی که جواب نداده و اینها باید عوض بشوند، یکی همین بنده هست. اما قانون اساسی هیچگاه من نکرده که اهل سنت وزیر نمیتونه باشه، معاون وزیر، معاون رئیس جمهور، مشاور رئیس جمهور، استاندار، سفیر و این پست های دیگر غیر از پست ریاست جمهوری قانون اساسی من نکرده و لحاظ اینها مجاز از لحاظ قانون اساسی. اما در این ظرفیت 40 خورده سال متاسفانه اتفاقها پیش نیامده. حالا سفیر یک دو تا اخیراً تعیین کردند، جناب رئیس محترم جمهور و وزیر امور خارجه، اما وزیر از اهل سنت نبوده در کابینه، معاون وزیرم نبوده و اگر بوده هم یک وقت محدوده و کنار زده شده است و از اوایل انقلاب تا حالا بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی استاندار در سطح ایران تعیین نشده است و این گلایه اهل سنت بوده. در دوره دهم ریاست جمهوری و 11 ریاست جمهوری که تصدی پست ریاست جمهوری به جناب آقای روحانی رسیده است، اهل سنت خوب به صحنه آمدن و با انسجام رای دادند و رایشان هم تاثیرگذار بود و این بیشتر برای آن بود که به حق و حقوق قانونیشون برسن، به حق شهروندیشون برسن. اهل سنت به صحنه آمدند و اتفاقا در تمام ایران مشخص شد که رای برنده و برگ برنده جناب آقای روحانی با رای برادران و خواهران جناب آقای روحانی که اهل سنت باشان انجام گرفته است. و اما دور اول 4 سال اول منتظر بودیم، نشد. 4 سال دوم گفتیم که حتما انجام میگیره و به هر حال هیچ اتفاق از اینها نه وزیر، نه معاون رئیس جمهور و نه حتی مشاوری که قبلا بود، همون مشاور متاسفانه هم حذف شد. وزرای محترم هم توجهات خاص نداشتن به جامعه اهل سنت، گذاشتن به کار گرفتن افراد را، ولی بدنهای وزارتخانه ها و ادارات کل در مراکز استانهای سنی نشین خالی از اهل سنت. جای از 200 نفر 300 نفر ممکنه 15 شون اهل سنت، 20 شون 10 شون و چیزی که تاثیر گذار نبوده و رضایت اهل سنت را جلب نکرد. و ما اعتقاد مونانه که اگر از وزرای اهل شایستگان ها اهل سنت استفاده می شد در وزارتخانه ها، در کابینه دولت 1-2 نفر وزیر اهل سنت بود، برای جمهوری اسلامی عزت بود، برای روحانیت شیعه که در رأس کار عزت بزرگی بود، نشان دیدی وسیع روحانیت بود. و برای عزیزان شیعه ما که جان و دل ما هستند و ما عزیزان شیعه من را دوست داریم، برادران و خواهران ما در کنار اونا در مشقتی ها هستیم،
برای ملت شریف ایران مخصوصا عزت بود. دیدی وسیع و نظر بلند و دوراندیشی در هر ملتی باشه، در هر مذهبی باشه، در هر اندیشه‌ای باشه، شرف، عزت و افتخار است. و لحاظا گلایه هست که چرا نتوانستند از وزیر اهل سنت در کابینه استفاده بکنند، در پست‌های ارشد کشور، کلان کشور و تاثیرگذار و کلیدی از اهل سنت استفاده نکردن. با این حال که مقام معظم رهبری در نامه‌ای که بنده نوشتم خدمت ایشان که کمکی بشه به دولت و مقام معظم رهبری شاید دستور بدن و کار آسان بکنن برای دولت، مقام معظم رهبری دستورم دادن و که بین اقوام و مذاهب تفاوت نباشه و همه را به صورت یکسان نگاه کنید. و ما گفته که بعد از این مسئله این فرمان رهبری فصل الخطاب خصوصا برای مسئولان و لحظه مسئله حل میشه. متاسفانه ما هیچ ندانستیم که چرا به این فرمان عمل نشد، حتی در مجموعه دولت و حتی در مجموعه کل هم حاکمیت بالاخره اثرش جای ظاهر نشد. ما ندانستی که نامه کجا رفت. این فرمان آیا کیا این خواندند و کیا نخواندند و نمیدانیم. جناب آقای روحانی، ما تعالی نمیدانیم که مشکل برادران و خواهران دینی اهل سنت شما، وطنی اهل سنت شما در کجا هست. آیا سیاست گذاری برای اهل سنت در یک جای خاص تعیین میشه و از اونجا این سیاست گذاری اعمال میشه توی کشور که برای اهل سنت چه بدن چه ندن، کجا چه پست‌های برای اهل سنت داده بشه چه داده نشه. ما نمیدانیم که این مشکل کجای برای ما شده معمای. و ما از شما درخواست داریم که اگر خود جناب عالی و دولت شما اعتقاد داره به این که اهل سنت باید بیایند توی بدن دولت، باید بیایند توی وزارت خانه ها، باید از شایستگان اهل سنت استفاده بشه و مانع جای دیگری بوده که ما هم روی این مقداری فکر می کنیم همون جا را برای ما معرفی کنیم. تا ما با گفتمان ما سر دعوای نداریم با کسی، ولی حداقل بریم صحبت کنیم، بریم حرف بزنیم، اونها را ما سر منبرایمون خطاب بکنیم که اونها این حق اهل سنت، حق شهروندیه، حق قانونیه، حق برادریه، حق عرفیه. ما که در کنار شماییم و ایرانیم و اصیل ترین ایرانی ها اهل سنتن، کشته دادیم برای انقلاب، کشته دادیم برای این مملکت و در تمام سانه ها بودیم و شعار اخوت و برادری را دادیم، وحدت را دادیم و اینها چرا در حق اهل سنتی اجحاف باشه و اهل سنت چرا منزوی بشن، چرا احساس کمی بکنن، حقارت کنن. ما با اونها بریم صحبت بکنیم. ما دیگه او زمانه از شما گلایه نداریم و اگر معرفی نفرمایش و ما ندونیم گلایه ما ظاهرا متوجه
حضرت علی هست و هیئت دولتی که چرا این کار انجام نگرفته. اگر مشکل ما در قم، در مشهد، در تهران، در جای دیگر است، اونجا را ما را راهنمایی بکنید تا ما با اونها صحبت بکنیم و هم قانون ببریم، قانون اساسی. قانون اساسی ما از قانون یک حرف بالاتر نمیزنیم. البته یک نکته را من بگم و او اینه که در طول 40 سال و در 2 دوره جناب آقای روحانی، دولت در خدمات رسانی، دولت در عرض کنم که آبادانی عمران فرق قائل نبوده، بلکه در بلوچستان، سیستان کارهای بزرگ مثل لوله کشی گاز یا راه آهن در جریان هست و در خدمات رسانی ما گلایه نداریم. در عرض کنم آبادانی عمران ما شکایت نداریم، کمبود هست ولی در همه جا هست، تنها در مناطق سنی نشین نیست. ولی یک نکته را من باید بگم اینجا مهمه که جامعه اهل سنت خواهان قدرت نیست، خواهان حرمت و خواهان عزت. ما عزتمون میخوایم. ما که میگیم ما را در کابینه کار بگیرید، ما که میگیم در مدیریت ها منطقه‌ای و مرکزی کار بگیرید و ما را شریک خودتون قرار بدید در اداره کشور، در سازندگی کشور، برای اینکه حرمت ما حفظ بشه. ما خواهان قدرت نیستیم، خواهان حرمتیم، خواهان عزتیم و ما خواهان خدمت برای کشور عزیزمون هستیم. ما تمامیت ارضی ایران حساسیم. کشورمان، ما بر کشورمان، اسلاممان هم افتخار میکنیم اول و بعد به کشورمان افتخار میکنیم. ما خواهان وحدت و برادریم. ما راه من که قرآن مشخص کرده اخوت اسلامیه، وحدت. ما اجازه نمیدیم به تفرقه، ما اجازه نمیدیم به تندروی، ما اجازه نمیدیم به خشونت. ما اهل گفتمانیم، اهل استدلالیم، اهل منطقیم. ما حق شهروندی میخواهیم، حق قانونی میخواهیم، زیاده خواهی هم نداریم و ما امیدواریم که دولت محترم و ریاست محترم جمهور که مردم ما با علاقه ایشون انتخاب کردن، بالاخره سخنانی که این ملت تشکیل بده و یا عمل کرده کاری که مایه تشکیل جامعه اهل سنت خواهران و برادران بشه انجام بدن. ما معتقدیم که یک سری تغییرات و یک سری در نگرش ها و در سیاست ها باید یک سری تغییرات انجام بگیره. ما از بیرون مورد دشمنی و هجومیم و تقاضا میکنه که در داخل انسجام داشته باشیم. جناب آقای رئیس محترم جمهور، شما هر اندازه به حقوق اهل سنت توجه کنید و اهل سنت در کابینه بیاورید، اهل سنت و اهل سنت در وزارتخانه ها جایگاه بدید و شریکشون بکنید. به انسجام ملی کمک میکنه، به اتحاد ملی، به شرف ایران، به شرف مملکت. ما خواهان عظمت ایرانی و ما خواهان شرف ملت ایران هستیم در میان ملت ها. و وقت دیر شده و من بیشتر حرف نزنم، بهتر است. و در پایان تشکر میکنم از همه کسانی که
کمک کردن به برگزاری مراسم نماز عید و همه مسئولان و دست اندرکاران و مخصوصا شهرداری محترم که سنگ تمام گذاشتند و عزیزان شهرداری ما، شورای ما، شورای شهر، برادران نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و همه عزیزان امنیتی ها که همکاری کردن، ما از همه سپاس گزاریم. سفر بگیرید که نماز برگزار میشه.